ششم‌های دیگه است و فکرم از سوال آقاستان بیشتر است. تو ایدکردر رسما من شد. آیا تحقیق انجام یافته بود که نشان دهد ایدکردر ضرر دارد؟ خب سوال دیگه مسئله لباس بیگانه. من شدن سطح همچون لباس بیگانه سبب شکایت‌های زیادی شد که به دست ما هم میرسد. کمیته و روحانیان شناخته از من شدنش حمایت کردند. سمرا ما دیروز یک فتوا هم صادر کرد ولی ناراضیان میگن که چون این لباس طلبات دین است. میشود گفت که این کار چاره ضد دین اسلام است و مشخص میشه که شکل لباس بیگانه چی است. مثلا اگر شبکه فلان لباس بیگانه است پوشیدنش معنی است. سوال اولتون موضوع گردک البته در اول باید نگفتم که گردک اینه که چطور که خاص تمام مردم ترکستان واضح روشن است. دویم که این گردک با مفهومی که یعنی پورا میگن که تماما و این شکل نیست. مثلا در دایره اولیلا با زیارتی شش اخرام مثلا اجازت است. اما در شکلی که مثلا کودک ها به چی؟ به سرابان یا به نگاه و به نگاه از این خانه به خانه گشتن یا مثلا هدیه توفت طلب کردن این اصلا یکم چیزی چی هم نداشت اونجا مرکز اسلامی هستن یکم رکن دینی هم نداشت چی هم نداشت چون معیاری که دین برای برگزاراندن عید معین کرده است این در روز عید خوشنودی کردن و تهنیت گفتن و دیگر است و در دایره همین قانون قبول شدن یک کس آزادانه میتونه که عیدش رو جشن بگیره. مثلا عادی است مثلا شما همراه فرزندانتون به باغ میروید و عیادت دوستان میروید و عیادت چی میرید کسی شما رو منع نکرده است. اون معیاری که مثلا دین مبین اسلام برای پیروانش معین کرده باشد اگر همون معیار باشد همون معیار رو با همین سر لباس ملی هم به جا آوردن ممکن است و یک نفر اتقانمند میتواند به همین سر لباس ملی همون معیارهایی که شریعت معین کرده است رو به جا بیاورد. اما در مسئله لباس بیگانه البته گروه کاری با شمول نمایندگی وزارت فرهنگ و وزارت کمیته زنان و کمیته دین و دیگر اداره ها سر این موضوع معین کرده هستند که ما چگونه لباس‌های تاثیری که خاصی ارزش‌های ملی و عنعنه‌های ملی ما هستند در وقت‌های نزدیک و آمد پیشکش و دین مبین اسلام یعنی لباسی مناسبی که معیارهای شرعی رعایت می شود توصیه می دهد یا امر میکند و لباسهای ملی که در اون رعایت معیارهای شرعی هست البته با اون لباسها یعنی می توانند هم لباسی ملی در بر داشته باشند و هم لباسی مذهبی در بر داشت در یک وقت. چرا که دین مبین اسلام هیچ نمودی رنگ یا دوخت یا طرحی معین پیشکش کردگی نیست. حالا ببینید تمام ملت ها با لباس های ملی خود معیارهای شرعی را رعایت میکنند. چی ملت اندونزیا باشد، چی مالزیا باشد، چی عرب ها باشند، چی دیگر ملت ها با رنگ و نمود و دوختی خاصی ملت های خود معیارهای شرعی رعایت میشد. این رو 100% دین مبین اسلام قبول دارد و فتوای ما هم یعنی به همین مسئله است که دین مبین یعنی با لباس‌های ملی یعنی مدامی که معیارهای شرعی رعایت میشود 100% در بر کردن اون بهتر و خوبتر و افضلتر و شورای علما همون لباس‌های ملی رو توصیه میده. موضوعی حریر و تنگ و سیاه هست. میشه این نکته بگید که این مربوطی کدام قشر جامعه است و فقط به خانم ها متعلق ارتباط دارد یا با مردم؟ خب این یعنی حتی در اونجا کلمه یعنی اخلاقی هم اومده است. ما در نظر داریم اون نیم اوریانی که تماما به ملت ما بیگانه هست
اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی شود. باید که خواهران و مادران عزیزی ما باید عفت و مادری خود رو، عفت مادری و عفت زنی خود رو باید رعایت نمایند و پیروی از فرهنگ بیگانه ای که از پس اون برای ملت ها بلاهای زیادی بار میکنند، یعنی از اونها حذر داشته باشند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری که حالا سیاه، عادتا از قدیم مردم ما به سیاه پوشی عادت نکردند. نه در نظر اکثریت کلی چی مادر خواهرها و چی مردم تاجیکستان لباس رنگ سیاه یعنی چندان قبول نیست. برای همین لباس اسلامی باید یعنی چی؟ یعنی ملی، یعنی سیاه نیست از ما. خب و دیگری که به نهایت چسبیده و که تمام عضوهای بدنش نمایان می شود با اون سر و لباس که اون رو به نام حجاب می پوشد، اون حجاب اسلامی هم نیست. چرا که حجاب اسلامی یا سطر اسلامی یا لباس اسلامی یعنی عفت و حیا در اون رعایت می شود. سلام. حالا یک گروه مردم ناعلاج به خاطری که نوبت هم هست، اینکه در نزد همسایه من چی میگویم دیگر ناعلاج گاهی خیلی مجبوری هم میکرد. اما خوشبختانه حالا میفهمیم که مثلا یک نفر یک حیوان رو که مثلا چون رو قربانی کرده است و با همسایه ها چی کرده است؟ تقسیم کرده است و همین یک عنعنه خوب هم شده ایستاده است. با قدری آنلاینی معرکه ها با کارگر هستم عملی نمی‌دست است. می‌خواستم بفهمم که تا کجا همین تجربه موفق شد و همین مکانیزم بخارگیری آنلاینی معرکه ها مثلا چگونه می‌خرید و چگونه عملی کرده می‌شود. اینترنتی بخیر گرفتن معرکه ها تطبیق شده ایستاده است و این نشون داد که هم مثلا داوری مردم که مثلا رفتاری مردم کمتر می‌شود، هم مثلا دینامیکایی نظارت و دینامیکایی با قیدگیری خیلی آسان‌تر شده است و ما کوشش میکنیم که در وقت‌های نزدیک در تمام سراسر کشور همین تجربه رو تطبیق نماییم و آزاد است. هر نفری که مثلا خودش معرکه دارد میتواند بدون اینکه با بخش تنظیم حجت نماید میتواند خودش آزادانه معرکه خود را ثبت کند و همون توصیه نامه را دست رساند و برای گذراندن معرکه‌اش یک معیارهای معین شده را دست رساند. یک بسیار تجربه خوب شده است. در مدتی چند سومون جریمه می‌شود نشان دهنده در قانون نو ذکر نشده است. این چیزا می‌گفته در سوال دیگری من در مورد تشخیص دینشناسی است. در پرس ریلیزی که به ما پیشنهاد کردم در مورد تلفن‌های هم آمده است که از جانب زیررسمی شما بعضی تلفن‌های موبیلی هم از تشخیص دینشناسی گذشته است. این در کدام حالت است و اون نوارها یا کدام نوارها یا کدام کتاب‌هایی که از اینترنت دسترس می‌کنید می‌بینید مطالعه می‌کنید و دیدنش من است یعنی فهرست نیست متأسفانه این شرح می‌داده. تشکر. جریمه‌هایی که در وابسته با ماده‌های قانون مقرر گردیده است بیشتری که شما آگاه هستید در تحریر نو ماده‌های قانون با کاتگوری جدا کرده شدن، یعنی مثلا کدام ماده رو اگر ویران کنه چقدر مقداری جریمه پیش بینی کرده می‌شود. در مورد لباس بیگانه من رو گفتنی هستم که مطابق کودکس حقوق ویرانکاری معمولی گروهی کاری در بررسی قرار دارد که اینجا تنها لباس بیگانه نیست، اونجا مثلا موضوعی در جای جمعیتی پوشیدن لباسی که شخصیت معین شخصیت نفر رو چی میکنه مشکل میکنه و این تجربه در دیگر کشورها هم هست که مثلا انسان باید لباسی داشته باشد، لباسی داشته که شخصیتش چی باشد معین باشد و گروه کاری عین زمان وابسته به این ماده مقرر شدگی نیست. گروه کاری در بررسی گروه کاری است که مقداری جریمه چقدر باید چه کرده شود معین کرده شود. حالا معین شدگی نیست. عین زمان این طبق ماده 481 کودکس حقوق ویرانکاری معمولی جمهوری تلفن صورت میگیرد. البته گروه بندی کردگی قبلا این چیز نبود.
من خبردار نکردن متن وکالتدار یعنی کمیسیون دائمی یعنی تو به اندازه تا 10 نشان دهنده یعنی این زمان با 720 سومونی یعنی برابر است. برای گذراندن معرکه‌های منع شده یعنی دیگه در قانونگذاری تنظیم عمل جشن مراسم معرکه‌های در توی دامادی عروسی و یک معرکه وابسته و برگزاری معرکه زادروز حدنسور و شخصان واقعی به اندازه 110 و شخصان منصبدار به اندازه 350 نشان دهنده جریمه معین شده است. از جمله برای توی‌ها دامادی و عروسی یعنی رعایت نکردن وابسته به شماره‌ای دعوت شده بودند دوامناکی برگزاری جشن معرکه و شخصان واقعی به اندازه 220 و به شخصان منصبدار به اندازه 550 و به همین منوال برای ماموریت قهوه‌خانه، آشخانه‌ها، طربخانه‌ها، دیگر جاهای برگزاری معرکه برای بیان نمودن ترتیبی خدمت‌رسانی نبستن شرطنامه و دیگر و همزمان وابسته به معرکه‌های حج و عمره نیز برای پیشواز حاجیان که باید که در دایره عالیه گذرانده شود یعنی گذراندن حاجی زیارت حاجی طلبان حاجی هاشی یعنی به شخصان واقعی به اندازه 300 و به شخصان منصبدار به اندازه 800 نشان دهنده یعنی برای تکرارا صادر نمودن چنین قانون‌شکنی و شخصان واقعی به اندازه 1000 و شخصان منصبدار به اندازه 1200 و شخصان حقوقی به اندازه 2500 سومانی. محدودیت وجود دارد. محدودیت سن و سالی دیگر در این حج عمره نیستیم حالا که مثلا چند فرقیتی و کم است حج کم نیست و هر حال هر سه چند فرقیتی هست که باید که در آنجا روایت نمیشه. برای چی مثلا همین اگرینشین یعنی چیکار محدودیت در حج عمره نیست در حج فرض شده اصلا عمره فرض نیست چون که مثلا روزه ماه رمضان فرض است روزه غیر ماه رمضان فرض نیست حج عمره نیست اصلا عمره خودش فرض نیست یک کس مثلا امکانیت داشت یا کشی داشت میرود اما برگردن او قرض هم نیست و همین خاطر فرقیت حج از عمره در این است که حج مثلا در روزهای معین در وقتی معین و در مکانی معین خواهیدهای معین انجام اما عمره نه عمره در دی خوشب روز یک نفر میتونه رفته عمره رو انجام کرده بیاید و این سبب بعضی محدودیت‌هایی هم که در حج فرضی هست یا که در عمره نیست این است که مثلا این برمیگرده به چیز مثلا حج فرضی یک چی است که خود کشوری مثلا همون میزبان محدودیت جوری میکنه که بر محدود بودن جای چی محدود بودن مکان مثلا این فتوای چی هم هست فتوای هیئت عالمی فقه اسلامی که زیر تابع رابطه عالمی اسلامی است که با در نظر داشتی محدود بودن جای در حج فرضی و تمام مسلمانان کوتا معین کرده است یعنی هر یک کشور برای 1000 نفر شهرمند یک کوتا مقرر میکنه چون که همون گنجایش همون جای همین قدر است اما برای عمره یک کوتا است نه هیچ حتی مثلا گرفتن روادید الکترونی هم آسان شده است و دیگر به همین خاطر میبینیم که مردم متاسفانه به هر راه واسطه میروند گاهی هم حالتهایی هستند که فریفته بعضی نانراهایی که مثلا شرکت‌هایی که خدمت رسانی خوب ندارن سبب میشن که مردم سرگرم میشن حالتها هم هست. رئیس جان یعنی کسی عمره میرود عمره یعنی حج نیست و کسی که از حج عمره را انجام داد حاجی نیست. میشه نمیتونی اصلا یک چیزای چی هست مثلا شما برمیگرده به مرکز اسلامی مثلا یک نفر مسلمان روزه میگیرد کسی با روزه‌دار نمیگیره مثلا روزه یک
فرض است یک رکنی چی هست؟ روزه مویره رمضان داشتن نمازی میگه نماز نه. کسی بابای نمازی نمیگه، کسی بابای روزدار نمیگه. خیلی روزه رو گرفته است، کار شخصیش است، گرفته است به خاطر ثواب، گرفته است به خاطر یا که نمازش رو ادا کرده است به خاطر از روی اعتقادش یک چیزش است، شخصیش است. یعنی اگه جایگاهی معین برای او در جامعه چی نمیکنه، معین نمیکنه. ولی از چی سبب است که مردم حج رو مثلا یک نفر که امکانیت داشت و شرایطش دید رفت همین فرضش رو ادا کرد و او یک جایگاهی چی معین میکنه؟ چی میگن؟ جایگاهی با مانند تیتول برید یک جایگاهی اجتماعی گویا که مرتبه این از مرتبه دیگران بالاتر باشد در تعلیمات دین موضوع اونگونه نیست. برعکس اگر در عموم گیریم مثلا همه گونه عبادتی که نباشد، چی نماز است، چی روزه است، چی صدقه است، چی حج است، باید اولی که خالصانه باشه. اگر حالتی مثلا چی که خودنمایشی باشد چی شده ثوابیتش رو گم میکنه، مثلا ثوابیتش رو گم میکنه. یعنی یک نفر صدقه کرد یا حج کرد به خاطر خودنمایشی یا که به خاطر خدا. تعلیمات دین همین است که باید چی باشد؟ خالصانه باشد، به نمایش و به ریاکاری باشد. ولی نمیدونم از چی باشد که مردم چنین اعتقاد دارد که گویا مثلا نفری حج کرده است و یک از اقام جایگاهی برتریت برخوردار هست، چی در جامعه باشد چی در چی باشد. ما متاسفانه همین چیزا شاهد هستیم که مثلا یک نفر در نصیبش بوده است رفته زیارت کردن، این معنی را ندارد که این از همه چی آری شده و از همه چی شید باید صدرنشین معرکه باشد یا که صدرنشین چی башад, این گونه نیست. Последнее событие, связанных с терактом в корпусе Сити Холл. شهرهای مهمی فدراسیون روسیه، چی کمیته دین چی شورای علما و شخصا من با کارمندان مرکز اسلامی برای فهماندهی در بین مهاجرت مهنتی خصوصا جوانان کارهای زیادی انجام داده. این یک طرفی مسئله. طرفی دیگری مسئله همه اونایی که در همین ترکش یا در همین تروری که در وی کراکوس شد انجام دادن، اونا همگی از دین خبرم ندارن، حتی که هم نماز هم نمیخونن. اونا فریفته شده بعضی از گروه‌های هستند که با فند فریب و با وعده‌های بر دروغی که بر اونا دادن که گویا چقدر مبلغی به دست میارن، یعنی فریفته شدن اونا. یعنی ممکن که اصل مقصد اونا هم درک نداشتن که کاری یعنی تشبوس اینو به گیجا میبرد، کاری همینو تو گیجا را میرود نمیدونستن، یعنی اونا رو غافلگیر کردن اصلا جوانای ما رو. یعنی این من فکر میکنم که همه اون جوانو از دین هم بخبر دادن و از نام دین هم انجام ندادن. کاری رو انجام دادن از نام دین انجام ندادن. موفق باشید. اجازه است یک در همین رابطه یک سوال دیگه از جناب عبدالقادر زاده. نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی بحث و اختلاف و مناظره ها در میان طرفداران دو مذهب اصلی اسلام از جمله شهروندان تاجیکستان خیلی شدت گرفت. در بین دو چیز؟ دو مذهب اصلی دین اسلام. شورای اسلامی تاجیکستان برای جلوگیری از این روند بسیار میشود گفت خطرناک و عمیق‌تر شدن این اختلاف‌ها چی نظر دارد؟ چی کارهایی را میتواند روی دست بگیرد؟ یک چیزی اصلی مثلا من بگویم، یعنی زیاده از 1000 سال مردم شیعه و سنی سر یک زندگی آسایش و دوستانه داشتند. لیکن با سبب‌های سیاسی بعضی از گروه‌های بدخواه این مسئله رو تیزانیدند یا اینکه به این آتش یعنی سوزشواری ریختن. خب این 100% معین است که به ضرر عموما به ضرر مسلمان است و باید من درک ندارم، راستی که در جریان نیستم، آگاهی هم ندارم که تو چه اندازه این بحث مناظره ها بین این دو طرف وجود دارد،
لیکن من بر همین فکر هستم که هیچ وقت باید مردم مسلمان چی شیعه چی سنی باید به این مسئله زیاده روی نکنند. به اصل مسئله رو اندیشه کنند که این مسئله رو کی برداشته ایستاده است و کی منفعت بر هست و چرا برداشته ایستاده‌اند و کی ضرر می‌بیند. باید که مسلمان ها این رو فکر کنند و به تیزی و تندی هرگز باید نرود. کی شدی محترم دولت‌زاده امکان میده که انا ژورنالیست‌ها سوال کنم. من تشکر میکنم اینا دوام کنید. خب سوالی من نه من سوالش ندارم. یک مشوره. خب سوالی من در رابطه با حج 4 نفر از شهروندان ما متاسفانه گذشت. بعد فکر میکنم با ادا نمودن حج بعضی نمود بیماریشون توبه میشن که این کاملا چی است؟ اندیشه نادرست است. حالتهایی هست که مثلا نفر خیلی بود تایبان خوبتر میدونن در حالت انبوهی آدمان، حالت ازدحام، حالتی چی بعضی مثلا نشانه های بعضی بیماری زودتر رو میزنن و ما چندین بار با این حالت ها مواجه هستیم. وقتی که متاسفانه با خشتبارشون مراجعه میکنیم چی میکنیم آخه چی ضرورت بود که مثلا همین نفری بیمار رو با اینجا شما فرستید مثلا دویم باره سبب شد که بیماریش روزانه دیگر اونا میگن که چند جا رفتیم توبه نشید کسی گفت که یکی حج برای یکی چی میشود. البته درست شفا یافتن چی یافتن نیم از جایی چی هست لیکن با همون معنا که من تنها با مقصد شفا یافتن حج آم اصلا این خودش چیز نادرست است. حج به نیتی ثواب میروی به نیتی ادا نمودن عبادت میروی نه اینکه به نیتی چی سلیم باید و شرطی حجم چی است؟ شرطی حجم این باید از لحاظ جسمانی هم آدم چی باشد؟ سالم باشد و آب بیفته باشد. چند نفر در اون رفتیدم؟ 4 نفر که این مسئله یک چیز دیگر هم هست، یک جهت دیگر هم دارد. همین 5000 یا 7000 نفری که در تاجیکستان باشند، از همین 5000 نفر حتمی دیگر 3-4 نفر میمیرد. در تاجیکستان هم باشد، در عربستان هم باشد، در روسیه هم باشد. حالا اگر 9 میلیون در روسیه در خارج در مهاجرت کمیونیتی باشد، همین 9 میلیونی که داخل تاجیکستان باشد، اون نفری که عددی که در اونجا میمیرد، عیناً در همجا میمیرد. یعنی اون حالتهای بیرون بودن کشور مرگ رو نمیارد، یعنی اون سببی مرگ نیست. یعنی از همین عدد مردم چی در داخل باشن چی در خارج یعنی میش هست هیچ کس پیش رو روی نمیگیره نمیتونه. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سالی معرفت اعلام قرار. خب در این راستا نقش چهاربینی‌های شما چگونه تحریزی شده است؟ روز که سال 2024 با تشبث پیشروی معظم ملت سال معرفت حقوقی ما در نیم ساله یکم سال خانشی 24-25 یعنی بعد از شروع کردن تحصیل یک آزمون علاقه اعلام کردیم درباره کنستیتوسیا بین دانشجویان بهترین داننده کنستیتوسیا و همچنین در یک کنفرانس جمهوریوی هم به نقشه گرفتیم وابسته به سال معرفت حقوقی که در دوام سالهای ماه‌های اکتبر و نوامبر میگذرونیم. نمیشود که از خودمون دیدیم که مثلا من خودی فدراسیون روسیه میرم جو زحمت کشم مثلا مردم از افراطگری و اکستریمیستی مثلا پیشگیری میکنم همچنین در مؤسسه‌های اصلاحاتی و در قسمت هرگاه رفته مردم با برادری وحدت دعوت میکنن از این مثال در همون جشن‌ها مثلا کشورش از جانب کمیته تا که الان قدردانی شوم. تشکر. خدمتچوی دولتی است. دیگه خود نفری که خدمت ارزنده کرده است ما می‌بینیم که وای خود نفری در کارهای جمعیتی فعال است یا که در چی فعال است از جانب حکومت و مکافات‌های دولتی سرفراز کرده می‌شود و ما می‌دونیم هستند چند نفر خودی می‌دینی که با مکافات دولتی سرفراز گردیدن یعنی اونجا چی نیست. تشکر.